درود دوستان عزیز، مجدد عذرخواهی میکنم. ما در حال مبارزه با نهنگه بودیم که تایم ویدیو تموم شد. اومدم اینجا و روی 1 ساعت گذاشته بودم. یه دونه از این چیزا رو گرفتم و اینا رو فروختم، چند تاشو اضافی ها رو، و هنوز آرپیچی بی نهایت رو نداده بهم. چون اینو نداده فعلا اینو میذارم بیرون، چون یک مأموریت هم یه ماهی بزرگ باید بگیریم که جا نمیشه. و روی اینم لیزر گذاشتم، این لیزر رو رو پانیشر نگاه کنید، جالب میشه. و بریم سراغ ادامه بازی. بازم عذرخواهی میکنم قطع شد یه دفعی. همینجا بود دیگه. آره فکر کنم اون ور بود کشی من هست. خب بعد وقتی که اون نهنگه رو بزنین بیهوش میشه و همون وسط خوابش میگیره، انگار بیهوش میشه. دوباره بعد از چند مدت بلند میشه و میره اینجا تو این کلبه به هوش میاد. یعنی خودش میره وسط چیز به هوش میاد، میره تو کلبه دیگه. بعد من از اونجا اومدم اینجا که مثلا اون آرپیچیه رو بگیرم بخرم. شما سعی کنید قایق رو که برداشتین اصلا سمت چپ شروع کنید مسیرها رو رفتن یکی یکی. نگاه کنید اینجا فکر کنم به هوش اومد، البته نه اینجا نه، اینجا دوستان یه دونه راه هست، میبینید این کلید کلیساه. باید 2 تا از این کله ها گیر بیارین که این کلید کلیسا رو به دست بیارین. و اینجا هم نقشه جدید برکه رو بهتون میده، همون رودخونه رو بهتون میده. اینو با اون کلید مربعی وا میکنید، برمیدارید و میرید سراغ بقیه ماجرا. بریم اول وسط، ما این اسلحه رو برداریم. اینجا یه دونه گنج بهتون میده، یه دونه از این جواهرات بهتون میده و یه هم لوئیس باشه. این اسلحه خیلی چیز خوبیه، نگاه کنید نسبت به بقیه کلتا کلت قدرتمندیه. جهت پایین، آره دیگه جهت پایین میده باشه. به جای آرپیچیه. گفتم شما سعی کن از سمت چپ برین. حالا اگه اول اومدین اینجا بهتر. نگاه اینجا به هوش اومد، اینجا به هوش اومد. تو این ماهیه که قرار بود چه کار کنیم، گفتم مأموریتشه اینجا. مأموریت های بازرگان اینجاست. این ماهی بزرگه، لانکر بیس اسمش، خیلی بزرگتر از ماهی دیگه است. اینو بفروشیم به بازرگان، یکی از مأموریت های مهمش از بین میره، انجام میشه یعنی. بعد بریم سراغ اینجا. اول این 2 مشعلیه رو بریم. دو مشعلیه نه دیگه، اول که آره دیگه، اول از اون ور که شروع میکنیم 2 مشعلیه میشه. بعد بریم سراغ این. اینجا هم نمیاد، اینجا بازرگانه، حواسم نیست اصلا.
هول کردیم قاطی کردیم. بذاریم من اینجا رو یه لحظه این جواب بدم. خب و سمت چپ گفتم یه جایی چیزه این کمونه. یه جایی گفتم طلا داره اینجاست. حالا بهتون میگم. اینا هم سعی کنید بگیرین که اینا امتیاز میده بهتون و بعد میتونید سلاح بخرید. خب دوستان اینجا که گفتم بهتون اینجا طلا داره و این زیر هم یه چیزه دوتا مهمات و اسلحه بهتون میده و اینم باز کنید که جواهر بهتون میده. یادتونه اون بالا یه دونه جواهر رو زدین افتاد پایین، اینجا افتاده. یادتون رو پلای چوبی بهتون گفتم بعداً میبینیم کجا میفته بعد بریم پایین. این دقیقاً اینجا افتاده. اینجا دیگه راهی نیست و باید برگردیم از این و گفتم یه تخم طلا هست اینجاه. حالا بریم جلوتر بهتون نشون میدم. بعد از اینه اینجا اون چیزه محراب جنگله. اینجا هم یه جواهر برش دارین که بعدا بتونید بفروشین. خب این کلیده که اونجا باز کردین در رو اینجا به درتون میخوره. بکشیم که مزاحم نشه. این سمت چپ هم این ماموریت لانکر بیس گفتم انجام باید بشه. اینجا ماموریتش اینجا. ببینید عکسشو از ماهی دیگه خیلی بزرگتره، 2 برابر، تقریبا یه ذره از کوسه کوچیک‌تره. اینجا هم یه جواهره و میاد اینجا باید اینجا رو ببینید حتما. تفلک رو چیکارش کردن؟ اینجا دوستان محراب جنگلی که گفتم اینجاست که اینا میکشن. اینجا کشتن 2 نفر رو. یکی پایین بود که اینجا یه کلید اینجا بهتون میده و اون مجسمه بود که گفتم مال سلازار اینجاست. من چون شکستم فقط پاهاش مونده. یکی از مجسمه های سلازار که قرار بهش کردین اینجا، چون من حالا شکستم دیگه نمیاد براشون، ولی دفعه اول شما بازی کنین دیگه میاد. حالا اینجا هم سگایی که چیز میشن و نگاه کنین اینا چجوری میشن.
خیلی سگ جونن، واقعا سگ جونن. این 4 تا یا 4 تا هستن اینجا. ای لعنت. یه دونه از اینا مصرف کنیم که با خونش تموم نشده. خب تمام، یه دونه مصرف کنیم به خاطر این بود. خب دیگه اینجا چیز دیگه ای نیست و باید بریم سراغ جای بعدی. باز دوباره بریم سمت چپ. اینا هم خودش راهنما رو نگاه کنید. ولی خب اینا میکشیم یکم وسط، اینجا رو نمیتونیم ببینیم. این تخم طلا که گفتم یک تو بازی دوتای کلن، یه دونش اینجاست. کلی تخم مرغ و یه دونه اینجاست. اینا فقط جزیره مرغا اینجا. یک جواهر رو و اینجا تخم طلاست این پشت. باید فکر کنم به بازرگان یه دونه بفروشین یا پیدا کنیم. فکر کنم باید بفروشین و اون دوتا چیزه رو که رفتیم بیاین سراغ یک دونه مشعلیه. بله اینجاست. خب یکی از کله ها اینجای دوستان، کله هایی که باید روم بذارین تا در باز بشه. اینجا ولی خیلی جواهر داره، 3 تا جواهر داره. یکی میبینید علامت ها رو در و دیوار هست، علامت هایی که قرار در رو باز کنید. خب این بود و اینو این کله است. یه دونه جواهر اینجاست، ببینید چه پر جواهره. این همون مال اون دره است که گفتم 3 تا چیز داره. این هم یه جواهر. تمومه دیگه فکر کنم، چیز دیگه اینجا نیست. یه دونه اینجا هم بهتون یا خشاب میده یا و میرید سراغ دوباره چیز دیگه که نمونده. نه قایق و خب یه دونه سر رو پیدا کردیم، میرید سراغ سر بعدی. نه اینجا نیست، ببخشید. اینجا که همون سر است، جایی که سرا رو باید بذارین.
اینجاست که میگونم همینجا باید باشه. بله این در که اینجا بسته، باید برین از اون ور قفلشو باز کنیم. نموندم دستش رد نمیشه از لای در قفل بده کنار. نزدیک بود کار دستمو بده آنی. نشونه گیری هم دارن نامرد. این دره رو نگاه از اینجا بازش میکنم. اینا رو بزنی که یک جواهر اینجا بود. حالا فکر کنم اینجاست. نشونتون بدم. خب برش داشتیم. یک دونه جواهر هم اینجا بود. صداش میاد خودش نیست. هنوز داره جون میده فکر کنم از اون موقعی که زدمش. دیگه اینجا جواهر نیست. دو تا اینجا هم کثافت. دوستان این در شمال جنوب غربیه. این دره اینو عکس اینو این بود و حالا بین این دوتا این بود و اینم سر دوم. یه دیگه میرید برای خودتون سراغ کار زندگیتون که اون دره است باید باز کنید. حالا این اشلیه میاد باز اون لباسی که گذاشتم براش خیلی به دردتون میخوره، یعنی به دردمون میخوره. یعنی
جواهر دیگه نیست، همه رو برداشت. تو از کجا پیدا شد؟ خب دوستان اینجا دیگه کار دیگه ای نداریم، باید بریم سراغ اون دره و بریم سراغ اون قاره و اون چیزه. اینجا هم رفتم دیگه نه؟ آره اینجا رو رفتم، جواداشو گرفتم. بریم سراغ اینجا. خب دوستان اینو باید بعدا بیام کامل کنم، برم اون چیزا رو بهتون نشون بدم، چون قطع کنم این خیلی طول میکشه، یعنی بس حوصله شما شاید خارج بشه. برم جای اون بذاریم بهتون میگم الان کجا باید بریم. جایی که اون قاره بود باید بریم اونجا سرا رو بذاریم که پیداش کنیم. ای خدا، اولی که نیست، فکر کنم دومی باید باشه. نه اینجا باید برین سرا رو بزنین رو قار که در کلیسا رو باز کنیم. اینم که بازش کردیم قبلا. سرا رو باید بزنین روی این دسته. مرض دارن، کلید کلیسا رو کجا گذاشتن آخه؟ مگه خودشون نمیرن اونجا؟ بریم با سرخر زنگ زد. Condor 1 to Roost. I found the key to the church. Copy that. Now go get Baby Eagle. Right. No time to chat. I'm going in. Condor 1 out. نوشته برین سراغ کلیسا. کلیسا هم که بخوام بریم باید برین سراغ اون یارو، همون جایی که الان اومدم، همینجا. از اونجا هم میشه رفت، از جای دیگه هم میشه، ولی خب اینجا راحت تر.